آل آن که مال آمال باشد شعرش از صنع بدی. خدمت ارز کردیم صنع بدی که ارز کردیم که یک توریه که هم میگن که یک اسمشان که بود گفتیم که یک معنای بعید داره یک معنایش نزدیک. همسر آب زلال بیت ابروی نکویان مطلع دیوان اوست. بیت ابروی نکویان مطلع دیوان اوست، در نگاه موشگوفان سوخن بی قیل و قال. شعر دوستاز مهتاب صاحب از طولانیست، زیاد بخوانیم باز دیگر وقت و دیگر گپا نمی‌کنیم. با خدمت از برسه گپ دیگر گپ بسیار مهم دوستا که شما که آدرس میبینین در تلویزیون از ایمیل که در 3 سال 3.5 سال پیشتر یا 4 سال پیشتر یا 3 سال پیشتر یا هر وقت مدتی که در تلویزیون آران افغانستان بار اول رفتیم در استودیو لطف کردن برای بنده گذاشتن. ما هیچ گونه دسترس برش نداشتیم و ندارم. همیشه هم از دوستا خواهش کردیم که هیچ گونه برای بنده نکنین، ایمیل نکنین در آدرس از او و خواهش کردیم که بردارن از تلویزیون. بعض اوقات می بردارن، بعض اوقات هست، اما خوشبختانه که ایمیل تازه بنده برای خود درست کرد. آقای راغب اگر لطف مهربانی کنیم مبارک مرا بده که نوشته است ما اعلان کنم اگر صدای مرا میشنوین زنده باشین. بسیار مهربانی. دوستان ایمیلی که در تلویزیون است رو اگر معذرت میخوایم از بینندگان محترم هر کس که برای بنده هر چیز ایمیل کردن من هیچ گونه دسترس برش نداشتم و ندارم. چندین بار من معذرت خواستم از دوستان که فکر کردن که چقدر موقعیست یا چه قرار پوک است، هر قدر برای ما چیز میفرسته میتونه جواب به ما را نمیفرسته. اون موضوع نیست. من دسترس نداشتم و بلد هم نبودیم و نیستم چندان در این کارا. تشکر میکنم از پسر مامایم، از جناب آقای آدینه، آقای ایدر جان آدینه که امرای بنده کمک میکنن در این کارهای بنده. از این بعد برنامه مشاهره و مصاحبه را شما یک روز بعد از برنامه از طریق یوتیوب شما میتونین که تماشا بفرمایید و همچنان 57 کام نادر کمیاب 57 at gmail.com. ای جیمیل نوع بنده است یا ایمیل میگن هرچی میگن. ما نظام قدر بلد نیستیم زندگی پای خارجی و باز هم ما ممنون و متشکر هستم از آقای آدینه، از جناب آقای ایدر آدینه که 2 هفته است که چندین روز است، چندین ساعت وقت گرانبهای خود صرف میکنن برای یاد دادن از این موضوعات هم رای بنده کمک میکنن که یک جان ممنون و متشکر از آقای ایدر جان آدینه است. و خدمت شما به عرض رساندیم دوستان عزیز محترم که از خاطر بنده نره. دوستان بسیار محترم، شایق جمال خدمتتان که عرض کردیم شاعر بسیار زبردست کشور ما بود که اشعار بسیار عالی داشتن و از زمستان فوق العاده بد می بردن. واقعا در زمستان قسمی که جناب بهتاب صاحب فرمودن از خانه هیچ بیرون نمیشد در زمستان، چرا که دوستا در شروع هم عرض کردیم که اگر میخواین که در هر نفس 2 نعمت است وجود است و بر هر نعمت شکر واجب. در وطن زمستان شدید در حالت آمدن است. قسم که عرض کردیم دوستا بفرستیم چیزی که میتونیم. جناب
شایق جمال اتر می فرمایند دوستا که خداوندا چی سازم در زمستان؟ خداوندا چی سازم در زمستان که از نامش قلم گردیده لرزان. زنده باشید شما. شکر. جناب شایق جمال اتر می فرمایند که خداوندا چی سازم در زمستان؟ مریضی را که سازد خسته سرما، ندارو میدهد سود نه درمان. واقعا دوست، یعنی سردی یک چیزیست که هیچ چیز زورش نمیرسه. مریضی را که سازد خسته سرما، ندارو میدهد سود نه درمان. خنک چندان کند شدت به کابل. دوستا وطندارا، خنک چندان کند شدت به کابل، که در دل سرد گردد مهر جانان. دیگر در سینه داغ او مجوید، که گل پژمرده گردد در زمستان. چسان آید بیادم چهره او، چسان آید بیادم چهره او. چگونه لاله روید، چگونه لاله می روید به یخدان. واه واه. برون از خانه گشتن سخت مشکل، برون از خود شدن بسیار آسان. با آن پیمانه می باشد برودت. او بینندگان محترم، ما شما خود دیدین که خنک و با کدام اندازه در کابل یگان دفعه می باشه. خب الله، با آن پیمانه می باشد برودت، با آن پیمانه می باشد برودت، که یخ بندد قدح در دست مستان. بگو اجاز دستی کیست آخر، که می افتد به کابل کوی پغمان. زغال از آسمان باریده گویی، زغال از آسمان باریده گویی. زبس در خانه می آید زغالان. ندارد تاب سرما، ندارد تاب سرما جای دارد، ندارد تاب سرما جای دارد. اگر مجنون گریزد از بیابان، والله بالله، اگر چی پیش چشم ما سهل است، اگر چی پیش چشم ما سهل است، چی می پرسی زمستان در زمستان؟ اگر چی پیش چشم یار سهل است، چی می پرسی زمستان از زمستان؟ واه واه. از این برج ای برادر زود بگریز، که می باشد در او عقرب فراوان. یعنی ماه عقرب که آخرایش از دوستا، عقرب یعنی گشتم که ما میگیم. از این برج ای برادر زود بگریز، که می باشد در او عقرب فراوان. کمان قوس را نتوان کشیدن، کمان قوس را نتوان کشیدن. زیاران کرده دل را تیر باران. شود بزغاله جدی سیراب، شود بزغالگان جدی سیراب. کسی دل آب می ریزد ز چشمان. چو ماهی در میان آب باشد، چو ماهی در میان آب باشد. با برج هود اطفال در دبستان. راستم که یادتان میاد دوستا دمی هود مکتباش رو میشد، چی خنک بود یگان دفعه. چو ماهی در میان آب باشد، با برج هود اطفال
در زمستان. حدیث لای گل از من چی پرسی؟ حدیث لای گل از من چی پرسی؟ که در خندق دویدن نیست آسان. او بینندگان محترم بفرستین به لیاز خدا یک مقدار. حدیث لای گل از من چی پرسی؟ که در خندق دویدن نیست آسان. نه تنها برف سنگ آسمان است، نه تنها برف سنگ آسمان است که یخ می بندد اشک من به دامان. حتی اشک ما سر یخ می بندد. جز اوراق پریشان راست پرسی، جز اوراق پریشان راست پرسی. من به دل نه سر دارم نه سامان. بغیر از برق آه و شعله خیزم بخاری در اتاقم نیست چالان. بغیر از برق آه شعله خیزم بخاری در اتاقم نیست چالان. زغال من بود بخت سیاهم، به جای چوب می سوزم دل و جان. نباشد غیر از این چاره، نباشد غیر اینم چاره دیگر، که هندوستان روم فصل زمستان. اگر لطف خدا شد دست گیرم، به من شایق شود این زحمت آسان. شنیدین دوستان بسیار عزیز و محترم که جناب شایق صاحب از زمستان چقدر نالیده و این حال. دوستا اگر میخواین که شکر خداوند کنین، قسمی که گفتیم دیگه دست در جیب هرتین، هر چی که دارین، هر قدر زورتان میرسه، این صاحب این ما وارسه بینه بیاین کل ما و شما دست در جیب میکنیم. شب زمستان آمد سبینه. جناب آقا خیرات سر خودت ما خرابات کنیم. این آقای راقب هر چی که زور دین از ما $20. این دوستای محترم شما ببینید $20 خدا شاید ککرکی هم داره که چی باید بگیم سیب میبره. این $20 هم از طرف آقای راقب. این شما با مسیح خیری پناه که پناه خودش هم به خدا باشه و پناه همه دیگران، ما با پناه آن میکنیم. شما دلتان دوستا که با پناه روان میکنین و هر مسیح خیری که میخواین یا دوست آشنا در افغانستان دارین، از هر طریقی روان میکنین، منظور ایست که روان کنین. این آقای راقب خانه آباد خونک دوستا زیاد است. و شایق صاحب دیرین صاحب هم از خیرات سر شایق صاحب که شایق صاحب جمال که شعرشان آنها خواندیم چقدر خونک بوده که اینه تانستیم که یک چیزی کنیم. دوستان بسیار محترم و عزیز، جناب شایق صاحب جمال خوش شما صاحب در اگه یادتان باشه یک شعر دیگه شما چند سطرش میخوانم صاحب که بریم صاحب به یاد قدیم، به یاد مکتب. آقای راقب بشنوین گیره یا میادت میری به خودتان به یادش حتما یادت میاد. دوستا دمی کتاب دری بود، صنف نمیدانم صنف 7 بود یا صنف 8 بود یا صنف نمیدونم صنفا بود که یک شعر از شایق جمال بود که اطور فرموده بودن که به نام اسب شاعر. یادت آمد آقای راقب؟ اسبکی دارم که او پای من است، اسبکی دارم که او پای من است، مایه تشویش و سودای من است. کرده است و بود ما را نوش جان، باز هم باشد ضعیف و ناتوان. گر کشد چندی دیگر بار مرا، میخورد دیوان و اشعار مرا. رفته رفته دعوی شعر و غزل، رفته رفته دعوی شعر و غزل، میکند این باد پای بی بدل. از سواری بس که دل آزرده است، گر سوارش پشه باشد مرده است. بی جراحت نیست ارگز پشت او، برای خاریدن لب است انگشت او. گردن کوتاه دارد چون مگس، نیک نسل خرس باشد این فرس. چار سم او همیشه سوده است، در طویله عمرها آسوده است. هر دو دمش سالها پر میزند، هر دو گوشش تنه بر خر میزند. چشمهای پر پخل دارد مدام، میدهد ما را خجالت
و سلام. تازیانه اگر زنم لج می کند، دم خود را هر طرف کج می کند. ناز معشوقانه داند بر سرم، چاره باشد آخ آخر دلبرم. من که عمر شایق گل بودم، گریه کن با صورت ببخشید. من که عمر شایق گل بودم، گریه کن بر صورت موجوده ام. با هزار آهستگی تک میزند، چون کنم معمیز خرتک میزند. بس که افزون میخورد از اشتها، میزند در عین رفتن چرتها. هر دو پایش سالها رنگین بود، پای رنگین زین فرس شیرین بود. خلاصه کس ندید شایق جمال کتاب ضخیم دارن که قسم که عرض کردیم. اگر جناب محترم راغب صاحب خواهش کنیم که اگر مهربانی کنن یک چی کنیم که عکسشان رو ببینن، فوکس کنیم لطفا. این شایق صاحب جمال است که خداوند غریق رحمتشان کنه که سال هاست که بر رحمت حق پیوستن و اینم کتاب شد. دوستان بسیار عزیز محترم، جناب شایق جمال عروسی ایج نکردن، یعنی هیچ ازدواج نکردن. متاسفانه ازشان هیچ اولاد نمانده که جایشان میگه. عرض برسانیم دوستان بسیار محترم در یکی از یادداشت‌های عم بنده که حافظ نور محمد خان کوهگدای میشناسین بزرگان، ایشان نوشته بودن از گفته آقای غلام علی امید گفت. از امید را که به ساختن چنین غزل هم خود استاد امید کرده بود میخوام. راستی استاد سراهنگ این غزل قشنگ را با آهنگی که در دل سنگ هم چنگ میزد آلاب فراورد میکرد و با زنگه های بسیار شیرین بر سر گر میرفت. در آن دل شب و مجلس حسن و طرب در مد نظر سرآهنگ صفعی بود. در این میان کسی به شایق جمال که با عینک سیاه در صف سامعین نشسته بود گوش میداد طعنه زد. در این میان کسی که به شایق جمال که با عینک های سیاه در صف سامعین نشسته گوش میداد طعنه زد که اگر سیاه بختی نیست در تاریکی شب عینک سیاه بر چشم گذاشتن چی معنی؟ و اگر چشمها سیاهی نمی کند در چنین محفلی که ضیا بخش دیده و دل است، از پس پرده ظلمانی نگریستن چی تعبیر؟ شایق هم به یک دوستا ببینیم که تاریخ نوشتن ببینیم که چند دفعه چشم ذکر شده. شایق هم به یک چشم زدن عینک را از چشم دور کرد و چشم همه دید که در یک چشم شایق گل افتاده. لحاظا به حال شایق گل و بران بلبل قافیه پرداز گل و سنبل جگر همه گل زد. خود شایق هم متحسس شده و پیری را بهانه ساخت و به حسرت جوانی فی بدایه گفت در جوانی هیچ گل خود را به چشم ما نزد. واه واه. دوستا ببینیم از صنایع بدیع کار کرد. گفتن عینک از چشم کشید، چون عینک در چشمش بود و
استاد سرنگ گوش میداد. یک تعداد فکر کردن، گفتن که بیادر یه شب چی معنا داره که در چشم خدا عینک مانده و عینک از چشمت کشتن. گفتن که ببینین که در جوانی هیچ گل در چشم ما نزد، در پیریه. یک توریه بسیار عالی گفتن که ما که جوان بودیم هیچ یک معشوقه در چشم ما، یک گل در چشم ما نخورد. در جوانی حالی که پیر شدیم گل افتاده، یعنی کور شدیم. یعنی گل یک دفعه یک معشوقه را با گل تشبیه کردن و یک گلی که به چشم میفته که انسان از بینایی عاجز میشه. و خدمت عرض شد از جناب شاعر جمال. دوستان بسیار عزیز و محترم، ساعت ما چند است که ساعت هم زود تیر میشه. اینال ساعت تیر است والا. دوستان باز به خدمت عرض میرسانیم که بنده ایمیلی که در روی صفحه تلویزیون است ایمیل بنده نیست. از مدت قدیمی که بعض رسانده هیچ وقت نبوده، لطف کردن برای من بنده درست کرده بودن اما دسترس نداشتم. ایمیل بنده این است که نادر کمیاب 57@gmail.com. اسپیل ان خرد است دوستا، این کلان نیست. NADER با حرف خرد نوشته شده. ای بود دوستا ایمیل بنده که میتونین دوستا بر بنده ایمیل کنین یا هرچی میگن جیمیل است اسمش. یا ایمیل. آقای راقب چیسته، ایمیل است یا جیمیل؟ خیلی باز ایمیل میگی یا جیمیل؟ خیلی ایمیل است. کمیاب دوستا KAMYAB کلش یک جای است. 57@gmail.com. برحال دوستان بسیار عزیز و محترم، وقت شنیدن یک آهنگ شده که از خواهش میکنیم از استودیوی مرکزی از نیلوفر جان خواهر پارسی ما که لطف کنن آهنگ بگذارن با هم بشنویم. برگشتیم از شما خواهیم شنید. بفرمایید. امید است که
دریغان زبان بیا رویم و ایران بریم و ملکی افغان نریم و تاجیکستان دریغان زبان بیا رویم و ایران بریم و ملکی افغان نریم و تاجیکستان نداریش قیاسا مرا تو کردی سرسان نداریش قیاسا برای من عزیزی دختری تاجیکستان برای من عزیزی دختری تاجیکستان برادری همزبان بیا رویم و ایران بریم و ملکی افغان نریم و تاجیکستان برادری همزبان بیا رویم و ایران بریم و ملکی افغان نریم و تاجیکستان بازم سلام و تعقیب کرده باشین برنامه را. آهنگی که از سه برادر هم زبان و هم فرهنگ خوانده بودن که برادر تاج بر سر ما تاجیکی ما خوانده بودن و برادر پارسی ما آقای هندی و برادر سه هم زبان با هم خواندن و چقدر هم عالی خواندن هر سهشان که دیدیم دوستان. و امیدوار هستم که به این شکلی که این سه برادر سه هم زبان هم خوان شدن خواندن با هم حتما هم خوان هم شدن بعد از آن ما این سه مملکت هم با هم بخوانند و با هم برادرانه زندگی کنند و در مسائل شخصی یکدیگر هیچ غرض نگیرن، احترام داشته باشند برای یکدیگر، دوست باشند، برادرانه پای خودت با برابر گلم خود عرصه مملکت دراز کنند در عرصه یکدیگر، در حق یکدیگر و برادرانه زندگی کنند. دوستان بسیار عزیز و محترم، از این بعد از شما میشنویم دوستا که شما چی داریم. بفرمایید، شما روی خط هستین، خوش آمدین. من متوجه نشدم که شما آمدین، به هولم نگذاشتین که سر شما خوش آمدین. بفرمایید، روی خط هستین. السلام علیکم آقای کامیاب، روز شما بخیر. سلام علیکم و خدمت شما سلام برسه، روز شما هم بخیر. اگر شب است شبتان بخیر. زنده باشین، از ما شب از رامان هستیم. فقط فیلم یک خواهش داشتم. امر کنید. بارها تمنای را داشتین از آقای مسکنیار و از آقای راغب که این مشکلات فنی برطرف شود، اما متاسفانه امروز هم تا امروز حداقل 10 بار شما را به شکل ثابت استفاده دیدیم که و گپایتان قطع وصل میشد. بسیار موضوعات و اشعار که شما خوانید ما اصلا نفهمیدیم و ایمیل شما هم به شکل سکته اینجا به ما حساب نشان داده شد. ایمیلتان هم صحیح ما نفهمیدیم و در ضمن سخنهای شما حداقل 10 بار شما اونجا سکتگی وارد شد و ما متوجه نشدیم که چی گفتیم چی نگفتیم. جناب عالی شما از آلمان صحبت میکنین، آقای راغب میگه شما آلمان صحبت میکنه. جناب آقای راغب از آلمان فرمودین صحبت میفرمایید. از آلمان بله. متاسفانه برنامه‌سازای دیگه که اصلا از هیچ مای سکتگی نمی‌بینیم همیشه، چون که شما نمیدونن چه علت است. گپای بسیار مهم هم وقتی که توضیحات میتین بیان میکنین نمیو حالت ها رخ میده و امشب بازم چون تکرار رو گفتم با شما شکایت کنم. با اونجا من پیغام گذاشتم به آقای راغب که پیغام میگیرن جواب میتن. اونجا من شکایت کردم. متاسفانه باید یه نقیصه اصلاح شود که یک بار نیست بارها رخ داده. بله صاحب، واقعا شما صحیح میفرمایید. بنده هم زحمت میکشم من یک سلسله موضوعاتی که موضوع مخصوصا موضوع تاریخی که ما به زیاد سرش زحمت میکشم که دوستا بدانند و یا هر موضوعی که می باشه به این شکل که می باشه واقعا درست نیست دیگه. چی هست کنید؟ خیلی واقعا این موضوعاتی که شما بیان میکنید میدونم که شما شبها و روزا متواتر زحمت میکشین بعد میایین به ما را تقدیم میکنین، پیشکش میکنین. کار ساده و کار بسیط
متاثر میشه. راست میگین صاحب، بله یقینا. همین الان که من با شما صحبت میکنم از شما اطاعت بی حرکت. بله همین ما خودمون میبینیم که من به حرکت سکس من. بله